چوکا دیما سوزن میشه تنجی بده اما اومد از زنگ بزنیم که جدا باشه کو زنگ زدم برادر تعریفی مونه الو اومد بخیر سروچنا بابا بیا کارو دارم برات سلام علیکم اومد برات من کدن خیلی اومدم سودا بیا اشتیا کدی چی گپ خبر است شما زنگ زده بچه دوروی مادر میدونی چی دوروی مادر موندگی بود من پیش شما اومدم مالی برات رفتی؟ ما برم کار دارم خونه دا کمتر کار با بچه تو کودکی دست ای بچه به عقلی چوکا دی اومد اگجا هیچ نه برادر ای خونه اومدیم اما باید برای مادر دورو میآوردیم مثال یک ساعت شد که شما زنگ زدین اما اومدم پیش شما اما مادر دا زنگ زده ای بچه اما ترا چم اوخای مادر اوخای ما پیش ما اومدیش تلفن تا بکشم خیلی برات نکشتم ما تو در کاری سراچ دارم سیریوز نکارم پیش ما اومدی تلفن استفاده نبا بعد چی گپ شد رولی که باید سیامکا میکردیم هیچ همه آدم ها را زنگ زده بودیم باید دمی حوض می اومدن اما او را اجده داریم ای بچه ای اومد تو ازدیوات داری چوکت استه بکشت باید دمو بیا خیلی اجده داریم او را چوکت دیگه روز شبگون برادر ما یکم چی نفهمیدم امی کارو شما چی معنی داره ما را برای چی فرق اوخه همی کروک دکن دخت دور آوردی باید دکن ساعت وی چک کنی فهمدسته؟ مثال ما سیریوز نتره گفتیم قبول با کیا؟ موین ایکو همسایمون کو بردار چی میگه اومدن او آدم الو او برادر مشه شکر رحمت او در همون جایی که بودیم که قطعی عزیز جان اونجا داشتگیم بله چی با؟ اوخی اگه کاری سروش نه که ما بیام بله مادرت رو از دست دادی چیگا؟ ای بچه چیگا پای؟ ای بچه